مقامات تاجیکستان قصد دارند در عرفه ماه رمضان 32,000 کتاب مقدس قرآن با ترجمه تاجیکی به مردم تاجیکستان تحفه کنند. در این باره سخنگوی کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم به رسانه‌های محلی اطلاع داده است. افشین مقیم سخنگوی این نهاد گفته است 32,000 نسخه کتاب قرآن با صفت بلند در نشریات ایرگراف نشر شده در عرفه ماه رمضان از جانب اتحادیه‌های دینی و مدیران بخش دینی شهر و ناحیه ها به مردم کشور تقدیم می شود. افشین مقیم گفته که با دست دادن امکانیت های مالی کتاب قرآن با تعدادی باز هم بیشتر نشر و به مردم رایگان دسترس کرده می شود. سخنگوی کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم گفته است که تا سال 2014 در کشور اطراف 200,000 نسخه کتاب قرآن با ترجمه تاجیکی نشر شده بود و حالا طلبات بیشتر شده است. یادآور می‌شویم که یک هفته پس 23 مارس در تاجیکستان ماه رمضان آغاز می شود. سنه آغاز رمضان دیروز ضمن یک جلسه شورای علمای کشور اعلان کرده شد.